دیشب ویدیویی منتشر شد که در کمتر از 24 ساعت در فضای مجازی مثل یک بمب صدا کرد. فیلمی از عروسی دختر علی شمخانی، یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کشور، پدر عروس، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای و قبلا دبیر عالی امنیت ملی بوده. علی شمخانی که بعد از اعتراضات کشته شدن مهسا امینی نقش کلیدی در تصمیمات مربوط به نحوه برخورد با معترضان در خیابان‌ها، بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌ها داشت و حالا با پخش شدن فیلم عروسی دخترش حسابی زیر ذره بین رفته و جنجالی به پا شده. اما چه چیزی در این ویدیو وجود داشت که کاربران فوراً هجوم بردن و چرا دقیقاً این بار واکنش‌ها متفاوت شد؟ برای پشت پرده این قضیه با من همراه باشید. علی شمخانی و خانواده‌اش بعد از جریان جنگ 12 روزه که یکی از اهداف اسرائیل برای از بین بردن او بود، توجه همه را جلب کرد و میزان حساسیت مردم روی این شخص و خانواده‌اش حسابی بالا رفت. دختر علی شمخانی در یکی از لوکس‌ترین هتل‌های تهران، هتل اسپینوپلاس، شب عروسی خودش را برگزار کرد. با انتشار فیلم این عروسی لاکچری، باز هم ریاکاری و دوگانگی مسئولان کشور پررنگ‌تر شد. اولین صحنه‌ای که توجه همه را به خودش جلب کرد، مدل لباس عروس بود که از ترکیه هم سفارش داده شده بود. اما بعضی از کاربران نوشتن مردم عادی همینطور در مراسم حاضر میشن، ولی برگزاری جشن در هتل گران قیمت با 40 نوع تنوع غذا امکان پذیر نیست. فیلم تنها یک صحنه ساده نیست، ترکیبی از شکوه و ثروت و آنچه کاربران آن را دوگانه دونستند این بود که مردم عادی در خیابان‌ها، فشار اقتصادی‌ها و در مقابل صحنه‌ای از تجملی که برای خیلی‌ها قابل هضم نیست. موضوع اینجاست که مردم عادی سمت و پست حساسی ندارند و نگران برملا شدن زندگی خصوصیشون نیستند. اما مسئولان کشور که ساده زیستی شعارشون هست و سبک زندگی معمولی رو الگو قرار میدن و یا فرزندانشون تحریم‌های نفتی رو دور میزنن و به واسطه شغل پدر درآمد نجومی دارن. و حالا حتما دختر علی شمخانی هم با یک آقازاده ازدواج کرده. حسابی جنجال به پا شد. با دیدن این ویدیو کاربران فضای مجازی بسیار ناامید و عصبانی شدند و با هشتگ هایی مثل عروسی لوکس، دوگانگی و آیا عدالت واکنش نشون دادند. خیلیا گفتن چرا وقتی مردم برای کوچکترین خرج کردن تحت فشارن چنین مراسمی برگزار میشه؟ و برخی هم گفتن مگه قرار نبود مسئولان از مردم باشن؟ وقتی درآمدها آنقدر پایین هست، دیدن این صحنه ها از طرف مسئولان کشور چه معنایی میده؟ و حتی برخی از کاربران گفتن این فیلم نشون دهنده فاصله ایه که یک مسئول و خانواده‌اش با مردم داره. فرزندان سران حکومت خودشون به خارج از کشور سفر میکنن، درس میخونن و مهمانی‌های مجلل رو برگزار میکنن. خب مطمئناً باید عروسی در گران قیمت ترین هتل هم داشته باشن و شک نکنید که بعد از این مراسم حتی یک افت پارتی هم در ویلای لواسان به صورت مختلف تا خود صبح به دور از چشم مردم برگزار میشه. مردم کامنت هایی دادن که ما تازه چشمامون باز شده و اگرنه زندگی اینا در 47 سال گذشته همین بوده. فقط ما مردم عادی در صرفه‌جویی بودیم و هستیم، ولی تصاویر گویا این هست که قناعت و صرفه‌جویی فقط برای ما مردم عادی هست. کمپینی هم در فضای مجازی مثل توییتر و اینستاگرام راه اندازی شد به اسم
عروس ما و عروس آنها و عروسی مردم عادی که با فشار اقتصادی کلی بدهی و قسط زندگی خودشون را شروع میکنن با عروسی دختر شمخانی مقایسه کردن. جالبه که عده‌ای هم لباس عروس فاطمه شمخانی را با ایمان پهلوی مقایسه کردن و گفتن اون دختر در آمریکا مراسمی ساده برگزار کرد و این دختر فرمانده سپاه در تهران لباسی با طرح اروپایی و آرایش آنچنانی با کیکی 5 طبقه که قیمت آن را تا 100 میلیون تخمین زدن مقایسه شده. اما دلیل اصلی پخش شدن این مراسم چه بوده؟ عده‌ای از وجود اختلافات سیاسی صحبت میکنن و میگن برای حذف شمخانی. شما هم نمیدونستی؟ شما میدونستی؟ من میدونستم هم رئیس جمهور به بود. مصاحبه‌ای که شمخانی در شهید باقری من زنگ زد. آقای ظریف و مجموع اصلا مطلع نبود. آقای روحانی که مطلع بود. من که روحانی از لحظه اول بعد از شلیک سپاه و هواپیمای اوکراینی خبر داشتیم. و حالا و هم ریختگی بین خودشون بالا گرفته که کدوم باند این فیلم خصوصی را منتشر کرده. این عروسی مسئله شرعی نداشته و جدا بوده و آقای شمخانی خرجی نکرده و هزینه ها به عهده داماد بوده. سالومه مجری من و تو در پستی عکسی از فاطمه شمخانی منتشر کرد و نوشت که ایشون رو ستایش صدا میکنن و عکس مربوط به آذر 1401 هست که برای